در این ماه مبارک امید دارم که ما از خطا و از گناه ها دست میکشیم. بعضی ها گناه نمی کنند، در نزد پدر، در نزد مادر، در نزد برادر و یا خواهر خود. میگن شرم داریم. پنهانی گناه میکنند، پنهانی صحبت میکنند، پنهانی بجای میروند، پنهانی خطایی میکنند، پنهانی زنا میکنند. از اونی که شرم میدارند، از اونی که میترسند، از پدران خود، از مادران خود، از برادران و از خواهران خود. ولی فراموش کردن که هر جایی که هستند خداوند آنها رو میبیند، ولی از خدا شرم نمیدارند.